ببینم تا حالا شده هیچ کار خاصی نکرده باشی ولی حس کنی دیگه حال و حوصله کاری رو نداری، نه مریضی نه تنبلی، فقط یه خستگی عجیب که ولت نمیکنه. اگه این احساسو داشتی، این ویدیو دقیقاً برای توه. اتفاقاً دینو هم یه مدت اینطوری شده، بدون دلیل ناراحت و گوشه‌گیر شده. بریم ببینیم داستان چطوری بوده. دینو امروز هیچ کار سختی نکرده ولی کاملاً خسته است. دینا به دینو میگه که تو که فقط تو گوشی بودی، این همه خستگی از کجاست؟ ولی مشکل دینو خستگی جسمی نیست، خستگی ذهنیه. مغز دینو از صبح تا شب درگیر پیام‌ها، خبرها، مقایسه‌ها، تصمیم‌های ریز و درشت. حتی وقتی دینو فکر میکنه در حال استراحته، مغزش هنوز در حال نشخوار فکریه. دینا بهش میگه یعنی خسته ای حتی وقتی کاری نمی کنی؟ دقیقاً. به این میگن خستگی پنهان، خستگی که چون دیده نمیشه خیلی وقتها جدی گرفته نمیشه. خستگی ذهنی باعث میشه حوصلت کمتر بشه، زودتر عصبانی شی و حتی از آدم‌هایی که دوستشون داری فاصله بگیری. ولی راه حلش فقط خواب بیشتر نیست. گاهی مغز فقط یه چیز میخواد، آرامش واقعی، ذهن آگاهی. مثل این 3 تا کار: 10 دقیقه بدون گوشی، انجام یه کار ساده بدون عجله، حرف زدن بدون قضاوت. راستی اگه این روزها خسته ای، شاید ضعیف نیستی، فقط زیادی قوی بودی برای مدت طولانی. اینجا با دینا و دینا در مورد مواردی حرف میزنیم که بهشون اهمیت زیادی داده نمیشه، در صورتی که خیلی مهمه. امیدوارم این ویدیو کمکی بهت کرده باشه که برای چند دقیقه هم که شده از این دنیای پر هرج و مرج جدا شده باشی. لطفاً نظرت رو بگو در مورد ویدیو و بگو دغدغه این روزها چیه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی، سابسکرایب کنی و اینکه مراقب خودتون باشی. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.